آیا تا حالا فکر کردید که ممکن است یک ساختمان بزرگ در قلب شهر نیویورک فقط با یک طوفان همه چیز را نابود کند؟ ساختمانی که در ظاهر هیچ مشکلی ندارد، اما پشت پرده یکی از خطرناکترین اشتباهات مهندسی را در تاریخ پنهان کرده است. امروز می‌خواهیم داستان عجیب و واقعی ساختمانی را بگوییم که یک قدم با فاجعه فاصله داشت. اسم این ساختمان هست سیتی کورپ سنتر. این ساختمان در سال 1977 در نیویورک ساخته شد به عنوان دفتر اصلی بانک سیتی بانک. ارتفاعش حدود 279 متر است و یکی از برجسته‌ترین برج‌های منحتن به حساب میاد. اما یک نقطه خاص درباره ساخت این برج وجود داشت. در زمینی که قرار بود ساخته شود یک کلیسای قدیمی بود که حاضر نشد زمینش را بفروشه. به خاطر همین مهندس پروژه ستونهای اصلی را در گوشه‌های ساختمان نذاشت، بلکه در وسط هر زل گذاشت. کاری که خیلی عجیب و خطرناک بود، اما اون زمان به نظر درست می آمد. حدود یک سال بعد از ساخت، یک دانشجوی مهندسی به طور اتفاقی فهمید که این طراحی یک ایراد دارد. اون متوجه شد که اگر باد از زاویه معرب به ساختمان بخورد ممکن است باعث شود کل برج سقوط کند. این خبر رسید به مهندس اصلی پروژه ویلیام. اون بعد از بررسی باشتر ترس و شوق که حق با اون دانشجو است. مشکل چی بود؟ قرارداد اولیه گفته بود که باید از جوشکاری برای اتصال استفاده شود، اما پیمانکار تصمیم گرفته بود به جاش از پیچ و مهره استفاده کند بدون اینکه به کس اطلاع بده. و این یعنی در صورت یک طوفان شدید احتمال 90% وجود داشت که کل برج بریزد. ویلیام فوراً به شهرداری نیویورک خبر داد، اما به خاطر ترس از وحشت عمومی تصمیم گرفت که به صورت مخفیانه مشکل را حل کنند. هر شب بعد از تعطیلی ساختمان تیم مهندسی وارد میشد و شروع میکرد به تقویت اتصالات. در عرض چند هفته همه چیز درست شد و کسی هم نفهمید که نیویورک چقدر نزدیک به یک فاجعه بزرگ بود. این داستان یک نمونه کامل از اهمیت اخلاق در مهندسی است. وقتی یک اشتباه کوچک میتواند جان هزاران نفر را تهدید کند. ویلیام شاید اشتباه کرده بود، اما با شجاعت اشتباهش را پذیرفت و جان خیلی ها را نجات داد. همیشه در هر شغل مهمترین چیز مسئولیت پذیری است. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر به موضوعات عجیب و واقعی مثل این علاقه دارید حتما لایک و سابسکرایب یادتان نره. نظرتان چیست؟ اگر شما جای اون مهندس بودید چی کار میکردید؟ که کامنت ها برام بنویسید. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.